آقا خب خوبه همین آقا سریع خواستم اینو به شما بگم. من یه دقیقه بچین سریع 5 من میخوام چیز سریع بگم. خب آقا استوری نذاشتم به خاطر اینکه طول میکشه. داریوش خواننده مورد علاقه منه، داریوش اقبالی اونور لایو گذاشته، بیاین تو لایو اونور باش حال کنیم. تو لایو داریوش اقبالی خودمون نه از فریاد زیر آب، بیاین اونجا کسبازی خیلی حال میده، بیاین اونور. همین خواستم بگم. I love you. خداحافظ. آقا لایو تموم شد مثل که من کسخل بلد نیستم. اینجا رو ببین لایو تموم شد. حالا گوش کن ببین من چه به کیری رفتم الان. حاجی من اهل منم و این کسشرات دیگه همه خود شما میدونین من نیستم دیگه، اصلا از این کسبازی ها بلد نیستم. سعی میکنم ببین توی لس آنجلس میگم من قبلا اون خب الان 1 ساله که اگه در جریان کار باشیم برو خواه کسه یه با اینجا ببین حاجی اگه در جریان کار باشین سال 23 سال تیم ما مستضعفین بود، یعنی سال عقاب‌های سرسفید ایران. گرفتی شروع شد که منم یکی لای شما بودم دیگه. سال 2023 و بچه‌ها به شما تبریک میگم، به گاییدین رفت. حالا من میخوام ببینم که سال 2024 هم میشه همین حالت ادامه داد. واو خونه خال خرسه و غارچخور بود، خالکوس میکرو بازی میکردی. آقا اینو گوش کن. سعی میکنم از این کوچه پس کوچه ها بیام، فهمیدی؟ که برای مردم مزاحمت درست نکنیم دیگه. یه دختر 16-17 ساله از یکی از این خونه های خیلی بزرگ اومد بیرون. سلام. وای آیسان نه فارسی ایرانی خوب بلد نبود. شانس حالا من نمیدونم خوب یا بد، حالا اون که میگم جای بچه من بود. پدرش با یه دونه تسلا پیچید تو خونه، فکر کرد آجی ما خفگیر مفگیریم و دست پای ما خال کسته دیگه. پدر پیاده شد. گفتم سلام حال شما خوبه؟ یه اینجوری کرد چی میخوای؟ گفتم من چیزی نمیخوام، دختر شما اومد عکس بگیرم فکر کنم. تو همون هیری ویری خالش حالا بعد حالا آشنا شدیم. الان خالش از ایران مثل که اومده اینجا، یهو منو دید وای آیسان این اون، یعنی نزدیک بود الکی ما به گاییدن بریم. آره میگم اینا شما چیکاره این تو این خونه مونایی؟ ما خالکوسه الان شب روز الان 10 سال 5 صبح قبل بنده خدا اون گفتگر که داره زحمت میکشه ما بیداریم، هنوز خالکوسه اجاره نشینیم. شما چیکار میکنین؟ نکنه وسمسلین وصلین. گوش بده یه کسبازی در میاریم، مگه میشه تو خونه 10 میلیونی زندگی کرد؟ خواهر این زندگی رو من گاهیدم آخه. یعنی چی آخه؟ چه خونه زندگیه آخه؟ خونه رو بفروشیم چرا آخه اینجوری میکنین؟ بابا این شهر یه کس نیست، من خوابم آجی. خارجی ها رو میگم. آقا من بدونم خونه لباس ما بشونم، شورت و جورابینا دیگه ندارم، به گاییدن رفتم. از این کوچه برم درد سر نشه. آره آقا باشه دیگه من برم با گاییده شدم با خوار این زندگی.